خوش اومدیم به دوم ویدیوی امروز. با کی؟ با من مجدقه. خب بچه‌ها خوش اومدید. میخوایم بریم کجا؟ راید یعنی چی؟ موتور سواری. دیگه همتون اینو میدونید. این سویچ همه خیلی شلوغه. بابا میگه انقدر شلوغش نکن، ولی من چیزی شلوغ و طلوغ دوست دارم. شما چی دوست دارین؟ خلوت باشه یا شلوغ؟ جا سویچتون حالا واسه موتوره، واسه کلید خونه نه. خب بین دو تا گزینه از لباس موندم. این لباس رو بپوشم با این شلواره، یا این لباس رو بپوشم با این شلواره. میخوای اینو با این تن کن، بعدش اینو با این تن کن. آره بسنیم کدومتون بهتر. بچه اینه نه اینه میخوام بزنم تو شلوار. بزنید بزنم بچه. این از این شد، یکمش هم انداختم رو شلوار. خب این از پشتش همینو که گردم. این خیلی وقت نپوشیدم، اینجاش چروک شده. برش کن، برای ما که مهم نیست، بر من. یا رشته نوت میخوام کنم. نوت یعنی تیره قهوه‌ای میگن، چی میگن؟ به رنگای قهوه‌ای دیگه. سایه‌مون از رنگای قهوه‌ای استفاده میکنیم. از این ردیف خط لب، خط چشم، ژل ابرو، ریمل، محو کننده. از این رژ لب 38 چیزش 38 براشون که اینجا. حالا اگه شد یکم من اوه درشی توی دارم دختر دایمه بگید. آره بعد آره دیگه همین همه رو میزنم و اینا، بعد میام توی دور. خب بچه آرایشم تکمیل شد. یه رژگونه قهوه‌ای زدم و یه ماتیک رژ لب. ببین رژ لب اینجوری، یه سایه نو دارم، زیاد دید نداره فکر کنم تو ویدیو. ببند دهن و پدر سگ پدر هیچی برش کنید بچه ها نذاشم. خب دیگه الان میخوایم بریم راید. کفشم تکن محمود باز همینا. بچه اینم ماجرامه. اون کلیه. بچه اینو روشن نکردم، فرمونش نمیشم. من مدرم یه کنم اینجا اسگل بار شده این منه. خدافظ همین. البته میخوام برم موتور سواری